لبیک بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدای یکتا را که به ما زندگی بخشید تا این فرصت رو کسب کنیم، فرصت حج. این روزهای مبارک، این روزهایی که میتونیم با هم بشینیم و یادآوری کنیم حادثه این عبادت بزرگ، رکن پنجم اسلام رو. در این لحظه ها میگم خوش به حال شما مؤمنان، خوش به حال شما مؤمنانی که خداوند فرصت حج رو به شما داده. خوش به حال حاجیانی که قبلا رفتن به حج، حاجیانی که امسال میرن، و خوش به حال ما که خداوند در زندگی به ما این فرصت رو داد تا این روزها رو کسب کنیم. این روزهایی که بهترین روزهای خدا هستند. عبادت در این روزها بیشترین اجر رو داره و پیش خدا عزیزه. خب خداوند متعال به ما این فرصت رو داده، اما در عین حال به ما گفته خودت و خودت، من عمل صالحا فلنفسه. هر کسی کار نیکی کرد برای خودش، و من اساء فعلیها. کسی که بدی میکنه بدی هم چش خودت. و ما ربک بظلام للعبید. خداوند متعال به بندگانش ظلم نمیکنه. من و توی بنده ایم که اختیار دست ماست که چه کار میکنیم، قبول میکنیم لطف خدا رو بر خودمون یا نه. این نعمتی که خداوند به ما داده، صحت و عافیت و قدرت داده، اینی که ما میتونیم حداقل نیت بکنیم که حاجی بشیم، حداقل حرکت بکنیم، تلاش بکنیم برای رسیدن به حج و این عبادت بزرگ رو انجام بدیم. عجیبه ها، بعضیا تصورمون از زندگی کلا اشتباهه. فکر میکنیم اگر ما فقیر و نادار باشیم پیش خدا عزیزیم. نه عزیز من، خداوند میخوادت که پولدار باشی، عزیز باشی، دستت به دهنت باشه، دست چند نفر رو هم بگیری. عبادت ها رو وقتی نگاه میکنیم، عبادت های ما نیاز به پول داره، پس ما باید پولدار باشیم. یه مؤمن باید تلاش کنه تا ثروتمند باشه تا بتونه بهترین عبادت رو انجام بده. آقا میری نماز، خذوا زینتکم عند کل مسجد. لباس شیک بپوش برو نماز. لباس شیک یعنی چی؟ یعنی پولدار باشی باید. برو حج. رکن اسلام، رکن پنجم حج. قبل از اون رکن زکات هست. زکات یعنی چی؟ یعنی من اینقدر پول دارم، اینقدر ذخیره و پسنداز دارم که یه مبلغ بزرگی هست، 1 سال ازش گذشته من هیچ نیازی واسش پیدا نکردم. حج میخوام برم یعنی من اینقدر پول دار هستم که میتونم مخارج خونم رو داشته باشم، یه مخارج اضافی هم دارم که میتونم هزینه سفرم کنم، برم به حج آروم، هیچ مشکلی در زندگیم هم به وجود نیاد. پس اینی که خداوند متعال ما رو میخواد که در زندگی در حرکت باشیم، یه زندگی پرباری داشته باشیم. اینجاست که ابراهیم علیه السلام ما رو صدا میزنه. یا ابراهیم ما صدا بزن مؤمنان رو، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. مردم رو صدا بزن که آهای بیایید به سوی خانه خدا. مردم گروه گروه، فوج فوج از جای دور دراز میان. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله. اینا میان تا خدا رو یاد کنند، عبادت خدا کنند. چقدر؟ فی ایام معلومات، در یه روزای خاصی. علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. خودتون بخورید، خودتون عیش کنید، خودتون خوش باشید، به دیگران هم بدید، به فقیران هم بدید. این یه سفر ویژه است، یه سفر ملکوتی هست، یه سفری که در این سفر من بنده با جسمم، با مالم، با عقلم، با شعورم، با عشقم، با علاقم میام به سوی خدا. از اونجا که میام داد میزنم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. ای خدا، منی که خودم بنده
بنده تو ام، منی که تو پروردگار منی، منی که غیر از تو هیچ کس رو قبول ندارم، منی که به اعتراف اقرار دارم به بزرگی و عظمت تو، به این همه نعمت هایی که به من دادی شکرگزار نعمتت هستم. من دارم میام و میگم که ای خدا هیچ شریکی تو رو نداری، ای خدا من غیر از تو رو قبول ندارم، ای خدا علمم از تو، صحتم از تو، شادابیم از تو، غم و اندوهم پیش تو، ای خدا من محتاج تو هم، من بنده تو هم، ای خدا من پذیرای من باش که من مهمان تو هم. الحجاج و العمار وفد الله، حاجیان و معتمران اینها مهمونای خدا هستند، اینا رو خداوند خواست لبیک گفتن. حالا که اومدن اینجا مهمونن، سألهم فاعطاهم فاجابهم، هرچی از خدا خواستن خداوند بهشون داد. این همه خلایق، این همه خلایق، خداوند متعال در حدیث قدسی میفرمایند که اگر همه شما مؤمنان، همه شما بشریت، جنها، همه تون در یه میدان جمع بشید، هر کسی هر چی میخواد رو بخواد، هر چی دلش میخواد، هر آرزویی داره، هر تمنایی داره، دست زاری بلند کنه بخواد از خداوند و خداوند بهش بده، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، این هیچ از مملکت الهی کم نمیکنه، هیچ از ملک الهی کم نمیکنه، از توانی که خدا داره کم نمیکنه. مهم اینه که چی؟ مهم اینه که من ثابت کنم که من بنده خدام. وقتی که من شدم بنده خدا، عزیز خدا، اون وقت همه چیزم ضامنه، سعادت و خوشبختیم ضامنه. اون وقتی که من خودم رو در کنار دیگران احساس میکنم، احساس میکنم من و دیگران یکی هستیم، ما مؤمنان کالبنیان المرصوص هستیم، ما مؤمنان یک امت واحد هستیم، الان هیچ قدرتی در جلوی ما نخواهد ایستاد، نمیتونه بیسته هیچ کس. شیطان خار و ذلیل میشه، هیچ وقت شیطان اونقدر خار و ذلیل نمیشه مثل روز عرفه، برای اینکه ما مؤمنان همه دست در دست هم، همه شدیم یک شکل و یک قیافه و یک لباس، امت واحد، صدامون یه صداست، لبیک میگیم، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. می اومد حضرت انس شاگرد رسول خدا صلی الله علیه وسلم این معنا رو باز بیشتر میخوفت، لبیک اللهم بحجت حجا تعبدا و رقا، بار اله من لبیک میگم که این حجم حجی باشه، حجی که در اون بندگی باشه، در اون ذلت و خاری باشه. حضرت ابن عمر می اومد یا عمر می اومد میگفت لبیک ذا النعماء والفضل الحسن، خدایا لبیک، تو ای خدایی که فضل و نعمت ها رو به ما ارزانی داشتی، لبیک مرحوبا منک مرغوبا الیک، بار الها لبیک که من به سوی تو میام، ترس وحشتم از عقاب و بازخواست توست، امیدم به تو است ای خدا. وقتی که با این روحیه میشیم بندگان خدا، همه دست در دست هم، همه مثل هم، با یک شعار، در این شعار نه هیچ قومیت و ملیتی بها داده میشه، نه هیچ زبان و هیچ ارزش‌های ساختگی ما دروغین ارزش داده میشه، نه هیچ ما از خودنمایی میگیم، خود برتر بینی میگیم، میشیم ما امت واحد. وقتی که ما با این شعار شدیم، هویت خودمون رو درک کردیم و فهمیدیم که ما بندگان خدا هستیم، اینجاست که خداوند متعال همونطور که خانه‌اش رو، کعبه رو شرافت داده، مکانت داده، مهابت داده، هیبت داره، خانه خدا شرف داره، عزت داره،
من مؤمن عزتم در پیش خدا و خلق خدا از خانه خدا هم بیشتر میشه. من مؤمن میشم چی؟ میشم یک مؤمنی که خدا اونو میخواد. وقتی من شدم بنده خدا، الان کدوم شیطان هست، کدوم قدرت هست که بتونه جلوی من وایسه؟ پس برای چی تعجب نکنید وقتی میبینید که همه استعمارگران، همه سلطانهای جائر، تعبیر رسول خداست، سلطان جائر، سلطان ظالم، حکومتهای فاسد، حکومتهای دیکتاتور دشمن حجن. دشمن حجن واسه چی؟ برای این که حج کمر اونها رو میشکنه. یکی از دنیاگردان و تاریخ نگاران گذشته که بهشون میگفتن رحاله، اینایی که سیر و سیاحت میکردند و مینوشتند اون دنیاگردیشون رو، ابن جبیر رحال هست. ابن جبیر رحال یک جمله بسیار زیبایی داره. میگه که ایشون در زمانی زندگی میکرد که خب اروپا و صلیبی ها خیلی قدرت گرفته بودند، خیلی از سرزمین های اسلامی زیر استعمار صلیبیت بود، مسلمان ها ضعیف بودند، وضع حالی نداشتند. اگه میخوایم ببینیم که همیشه مسلمان ها چه وقت قدرت دارند یا وضع حالشون چطوره، خداوند متعال از وقت قضا در بین ما مسلمان ها یک دماسنجی گذاشته که اون دماسنج دمای قدرت ما مسلمان ها رو نشون میده، اونم بیت المقدس هست. هر وقت خواستی بدونی در فلان تاریخ یا در اون فلان عصر و زمانه وضع حال مسلمان ها چی بود، نگاه کن به بیت المقدس. بیت المقدس چه وضع حالی داره؟ میگی که مسلمان ها اینطوری هست. بیت المقدس در زیر به اصطلاح قدرت ظالمان و مستبدان مسیحی یا یهودی بود، میدونی که مسلمان ها دیگه تکه پارند، هیچ وحدت و هماهنگی ندارند و اینا. و اگر دیدی نه، بیت المقدس شاداب هست، همه ادیان در اون آزاد هستند، انسان آزاد هست، مکرم هست، میدونی که مسلمان ها وضعشون به خیر و عافیت هست. ایشون میگه که در اون زمانها که قدرت صلیبی و استعمار قوی بود، مسلمان ها، روشنفکرها، علما منتظر وقت حج بودند که کی فرصت حج برسه. چرا؟ همه می اومدن در مکه مکرمه دور هم می نشستند، از وضع و حال مسلمان ها با خبر می شدند، یه نقشه کشی می کردند، یه پروژه می گذاشتند، یه برنامه ریزی می کردند که چطور از این مصیبت هایی که ما هستیم طی یه برنامه از این مشکلات رهایی پیدا کنیم، مسلمون بیاد عزیز باشه، مسلمون بیاد تاج سر خلایق باشه. پس حج یه مدرسه هست که در اون ما میاییم یگانگی پروردگار رو به نمایش میگذاریم، بندگی خودمون در مقابل پروردگارمون رو به نمایش میگذاریم، میاییم با حضرت ابراهیم عهد و پیمان میبندیم که ما ابراهیم صفت و بت شکن بشیم، میاییم با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان میبندیم که ای رسول الله، ما در مسیر تو حرکت میکنیم، ذلت و خواری رو قبول نمیکنیم، من لم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، ما اهتمام می‌ورزیم به قضایای مسلمان ها، اومدیم اینجا اونها رو بررسی کنیم، ببینیم که وضع برمه چطوره، چطور میشه حلش کرد، وضع فلسطین چطوره، چطور میشه حلش کرد، در عراق چه مشکلاتی هست، در سوریه چه مصیبت هایی هست، در یمن چه بلاهایی هست، در مصر چه مشکلاتی پیش اومده، در یمن چه مصیبت هایی هست، یمنی از یمنش میگه، تونسی از تونسش میگه، مسلمون ایرانی از ظلم و ستمی که در اونجا میشه میگه، اون مستحد و زیر بار ظلم و ستم افغانی از افغانستانش میگه، تاجیک مظلوم از مظلومیت تاجیکستان میگه. ما با هم نشستیم این رو
مورد بحث و مدارسه قرار میدیم. من از تجربه خودم به برادر افغانیم میدم، برادر افغانیم از تجربه جهادیش به برادر سوریش میده، سوریه‌ای از اون تجاربی که کسب کرده به لیبیه میگه، لیبیه میره در مدرسه غزه از اونا یاد میگیره. هممون در کنار هم شدیم یک کیان واحد، یه لباس موحد پوشیدیم، رنگامون، قومیت هامون، ملیت هامون، قبیله هامون، اسم هامون، فامیل هامون، همه رو فراموش کردیم، شدیم ابراهیمی، شدیم مصطفوی، محمد رسول اللهی. اومدیم اینجا در کنار هم با یک لباس کفنی که ما به سویش خواهیم رفت، با یک شعار توحید خداوند و یکتاپرستی، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. من افغانی اینو میگم، من ایرانی اینو میگم، برادر اروپاییم اینو میگه، من تاجیکی اینو میگم، من آفریقایی، هممون یه لفظ میگیم با یک شعار، هممون هم به عربیش میگیم. هیچ کسی نمیاد بگه که یس یا رب، نه خیر. هیچ کسی به انگلیسیش نمیگه، هیچ کسی به اردو نمیگه، هیچ کسی به مالایی نمیگه، هیچ کسی به فیلیپینیش نمیگه، هممون میگیم لبیک اللهم لبیک. همینی که استعمارگران وحشت دارن. چرا؟ چون تا زمانی که در بین مسلمون ها حج هست، هرگز امکان نداره مسلمون ها بیان در بلای قومگرایی، در بلای نژاد پرستی، در بلای خودپرستی و شهوت پرستی گم بشن. شمایی که نژاد پرستی بویش به شما میاد میرسه، شمایی که رسانه میاد شما رو هی شارژ میکنه، قوم پرستی رو، نژاد پرستی رو در شما پررنگ میکنه، وقتی میایی به حج همه ذوب میشه. میبینی که توی کرد بر اون برادر ترکت، توی پشتو بر اون برادر تاجیکت، توی بلوچ بر اون برادر فارست، توی ترکمن بر اون برادر لورت هیچ برتری ندارید. همتون یکید، لباستون یک شکل و قیافتون یک، شعارتون وحدانیت پروردگار، همتون در بندگی بندگان خداوند، بردگان خداوند، بندگان خداوند، همه با هم جسم واحد. حالا در این مدرسه که من جسم واحد هستم، اومدم در این مکه مکرمه، این مکه مکرمه عقل باطن منو میسازه. رسانه چقدر به من گفت تو مظلومی، تو از همه بهتری، تو عقل داری، تو شعور داری، شما کردها چون این و چنان هید، شما بر بلوچ ها بهترید، شما بلوچ ها بر فلان بهترید. ما این قوم پرستا، نژاد پرستا، این دلغک های احمق اومدن عقل ما رو خراب کردن. اومدیم مکه مکرمه دیدیم نه، همش دروغ بود، همش چخان بود، همه ما یکیم، برادریم، برابریم نزد خدا، برتریمون تنها به تقواست. اومدیم اینجا هممون تقوا بشیم، هممون از خداوند مهر بگیریم که من رو شما رو بخشیدیم، هممون بندگان الله. این عقل باطن ما ساخته شد. هیچ وقت دیدید یک حاجی خودش رو از دیگران بهتر بدونه؟ امکان نداره. هیچ وقت دیدید در دنیا یک حاجی نژاد پرست بشه؟ امکان نداره، امکان نداره. چرا؟ چون این حاجی عقلش بزرگ شده. نژاد پرستی نشانه چی هست؟ نشانه نهایت حماقت، نشانه تنگ نظری، نشانه فقط نوک بینی خود رو دیدن. و حج میاد ما رو از این تنگ نظری جدا میکنه، میاره ما رو در یک فضای بزرگ بشریت و به ما میگه که شما همه مثل هم، برادر و برابر، بندگان الله تعالی. حالا فهمیدید چرا دشمنان از حج
بدشون میاد.